یا شما میدونید 3 همسر سابق ایلان ماسک از طلاق‌هایشان چقدر پول به دست آوردند؟ شماره 1 جاستین ماسک. اگرچه ازدواج جاستین با ایلان ماسک 8 سال طول کشید، ولی اون تنها 4.2 میلیون دلار و یک اتومبیل تسلا در طلاق دریافت کرد. جاستین مادر 6 فرزند ماسک است، ولی شگفت انگیزترین است که ماسک حضانت کامل فرزندان را به دست آورد. شماره 2 تالون رایلی. پس از آشنایی با همسر دومش ایلان ماسک که به خاطر سختگیری‌های مالی به خساست شناخته شده است، 3 حلقه به ارزش میلیون‌ها دلار یکجا به او هدیه داد. اگرچه رایلی تمایلی به داشتن فرزندان ماسک نداشت، ماسک کاملا به تصمیم او احترام گذاشت و این زوج هیچ فرزندی در طول 8 سال ازدواجشان نداشتند. و در نهایت ماسک داوطلبانه 130 میلیون دلار در طلاق پرداخت کرد. شماره 3 گرایمز. ماسک و گرایمز هرگز ازدواج نکردند و گرایمز که 17 سال از او جوانتر است 3 فرزند برای او به دنیا آورد که یکی از آنها پسر محبوبشان 20XAE است. و پس از جداییشان ماسک هیچ گونه غرامت مالی انجام نداد، ولی این به معنای اهمیت ندادن به او نیست و هنوز هم برای گرایمز هدایایی می‌خرد.